بدون عمل جراحی با 6 تکنیک و ترفند اثبات شده بینیتون رو خوش فرم و زیباتر کنید. سلام دوستان خوبم. بعضی از افراد از شکل و اندازه بینیشون ناراضی هستند. میخوان که بینی کوچیک‌تر و خوش فرم تری داشته باشن. همونطور که همه ما میدونیم یکی از بهترین روش‌های رسیدن به فرم بینی دلخواه برای همه ما انجام عمل زیباییه. اما همه ما امکان انجام جراحی‌های زیبایی رو به دلایل مختلف نداریم. چون این جراحی‌ها هم هزینه‌های بالایی دارن و همین که ممکنه با کوچکترین خطایی عوارض بسیار زیادی داشته باشن. به همین دلیل آکادمی زیبایی امروز در خدمت شماست تا یکی از بهترین و مناسبترین راه‌ها رو اونم بدون هزینه و عوارض برای کوچکتر کردن بینی در اختیار شما عزیزان بذاره. البته ما بر این نکته تاکید داریم که همه انسان‌ها با هر شکلی از صورت و هر فرم بینی زیبا هستند. ما به هیچ وجه نمیگیم که بینی‌های بزرگ زیبا نیستن یا نیاز به تغییر دارن. اتفاقاً هر چیزی طبیعیش زیباتره. ما توی این ویدیوی کاربردی هدفمون کمک به کسانی هست که دوست دارن تغییرات کوچیک اما مؤثری به روش‌های طبیعی در ظاهرشون ایجاد کنن. طبق آناتومی صورت و به خصوص بینی، روی بینی عضلاتی وجود داره که با تمرین دادن به وسیله ماساژ میتونیم شکل اونها رو تغییر بدیم که در نهایت منجر به رسیدن به فرم دلخواه بینی میشه. در ادامه این ویدیو با شما عزیزان آموزش تمرینات مربوطه به کوچک کردن و خوش فرم کردن بینی رو آموزش خواهیم داد. اما قبل از اینکه بریم سراغ حرکات ماساژ بینی باید بهتون بگم که این تکنیک ها از لحاظ علمی تایید شدن. پزشکان زیبایی این حرکات رو برای کسانی که میخوان بدون عمل زیبایی به نتیجه مطلوبشون برسن خیلی توصیه میکنن. خب همونطور که گفتیم روی بینی عضلات کوچیکی وجود دارن که شما میتونین با ماساژ درست این عضلات با تکنیک هایی که به شما خواهیم گفت باعث تغییر توی قسمت گوشتی بینی بشین که در نهایت شما رو به فرم مورد نظرتون میرسونه. حالا با توجه به ساختار این عضلات تکنیک هایی رو با هم آموزش میبینیم. قراره با هم 6 تکنیک مهم رو یاد بگیریم که هر کدوم تأثیر خاصی روی بینی دارن. برای هر تکنیک روش انجام و مدت انجام حرکات رو با شما در میان میگذاریم. این تمرینات رو حداقل باید 1 بار در روز این تمرینات رو انجام بدین و طبیعیه که هرچی بیشتر این تکنیک ها رو انجام بدین بیشتر هم نتیجه میگیرین. لطفاً قبل از انجام این تکنیک ها شستشوی دست ها فراموش نشه. خب بریم سراغ تکنیک و حرکت اول. یکی از دلایل بزرگ بودن بینی جمع شدن لنف در ناحیه بینیه. ما برای کاهش حجم این ناحیه باید لنف جمع شده رو تخلیه کنیم. برای این منظور هم ماساژ های مخصوصی هست. برای تخلیه لنف جمع شده 2 حرکت رو با هم ترکیب می‌کنیم و انجام میدیم. اول با استفاده از انگشت اشاره لنف رو به سمت گوش و به سمت گردن هدایت می‌کنیم. به این منظور ابتدا انگشت اشارتون رو در طول بینی قرار داده و با فشار ملایم انگشت اشاره اون رو به سمت گوش ها بکشین. این کار رو تا 3 مرتبه انجام بدین. و هنگام انجام سومین تکنیک بعد از رسیدن به سمت گوش با استفاده از 3 انگشت دیگه لنف رو از کنار گوش ها به سمت گردن هدایت کنید تا جایی که به ترقوه برسید. یه نکته حائز اهمیت و کمک کننده استفاده از چند قطره روغن ماساژه که این تکنیک های معجزه آسا رو مؤثرتر میکنه. این تکنیک رو باید روزی 30 ثانیه انجام بدین. شما میتونین بعد از 3 یا 4 روز که ماهیچه های بینیتون عادت کرد مدت زمان انجام حرکات رو کم کم به 40 تا 50 ثانیه برسونین. این مورد در مورد همه 6 تکنیک صدق میکنه. پس اگه تا اینجا از ویدیومون خوشتون اومده لایک یادتون نره. و اما تکنیک بسیار جذاب دوم لبخند زدنه.
طبیعت همیشه راهکارهای خوبی به ما ارائه میده. لبخند زدن به فرم صاف و مستقیم بودن بینی خیلی کمک میکنه. تنها کاری که باید انجام بدین اینه که بیشتر لبخند بزنین و با انگشت نوک بینی رو به آرومی به سمت بالا هل بدین. این کار به فرم‌دهی عضلات کناری بینی هم کمک میکنه. هر لبخند رو به مدت 5 ثانیه نگه دارین و بعد دوباره از اول شروع کنین. این تمرین هم باید به مدت 30 ثانیه انجام بشه و بعد از مدتی افزایش زمان داده بشه. اما بریم سراغ حرکت سوم. با استفاده 4 انگشت لنف جمع شده در ناحیه پرده‌های بینی رو به سمت گردن هدایت می‌کنیم. برای این کار 4 انگشت رو روی تیغه بینی قرار داده و دوباره با فشار ملایمی لنف رو به سمت فک در 3 حرکت متوالی هدایت می‌کنیم و در مرحله سوم با استفاده از انگشت اشاره و انگشت شست لنف جمع شده در ناحیه فک رو به سمت زیر گوش و بعد به سمت گردن هدایت می‌کنیم. پس ابتدا انگشت شست رو زیر چونه قرار داده و انگشت اشاره رو روی صورت قرار میدیم. حالا این 2 انگشت رو به صورت موزون و آرام به سمت انتهای فک و زیر گوش ها هدایت می کنیم. بعد از این مرحله با استفاده 4 انگشت دقیقاً مثل تکنیک اول لنف رو به صورت عمودی به سمت ترقوه هدایت می کنیم. پس در هر 3 ماساژ بینی 1 بار لنف رو به روشی که گفته شد به سمت گردن هدایت می کنیم. این تمرین رو هم حدود 30 ثانیه انجام میدیم. و اما تکنیک معجزه‌آسای پنجم که نوک بینی رو هدف قرار میده. بریم ببینیم این تکنیک چجوریه. برای این تکنیک خفن نوک بینی رو با 2 انگشت اشاره و شست بگیریم. بعد به آرومی اون رو به سمت بالا بکشین. حالا سعی کنین نوک بینی رو به پایین فشار بدین و انرژی معکوس ایجاد کنین. این کار باعث میشه که نوک بینی سربالاتر و خوش فرم‌تر بشه. این کار رو میتونین با 1 انگشت هم انجام بدین. به این صورت که با استفاده از انگشت اشاره از طرف پایین نوک بینی رو به سمت بالا هدایت کنید. حالا وقتی که به یکی از 2 روشی که گفتیم نوک بینی رو به سمت بالا هدایت کردین، لب بالاییتون رو به صورت ارادی به سمت پایین بکشین. شما باید یک کشش تو ناحیه زیر بینی احساس کنید. این کشش جهت خوش‌فرمی بینی خیلی اهمیت داره و سبب شکلگیری ماهیچه‌های اطراف بینی میشه. شما باید این حرکت رو به مدت 10 ثانیه هر روز اونم 3 بار انجام بدین و در روزهای 3 یا 4 به بعد زمانی که احساس راحتی کردین تکرارهای بیشتری به ماساژتون اضافه کنین. در حرکت 6 به یک تمرین غیر از ماساژ اشاره می کنیم که خیلی کاربردیه. تمرینات ورزشی مثل یوگا بر روی نحوه تنفس خیلی تأثیر گذارند، چون که دم و بازدم عمیق برای شکل دهی به بینی کاربرد بسیار زیادی داره. برای استفاده این ورزش ها برای خوش فرم شدن بینی در یک حالت راحت قرار بگیریم. راه یکی از سوراخ‌های بینی رو با 2 انگشت به مدت 4 ثانیه مسدود کنیم و با سوراخ دیگه نفس بکشیم. سپس همین کار رو با طرف دیگه هم انجام بدین و هوا رو تخلیه کنین. میتونین در طول روز این تمرین رو به صورت معکوس 3 یا 4 بار تکرار کنید. البته این تعداد حداقل تعداد انجام این تمارینه و شما میتونین که بیشتر انجام بدین تا سریعتر به نتیجه برسین. حالا شما 6 تکنیک معجزه‌آسای کوچک کردن بینی در خونه رو یاد گرفتین و میتونین توی خونه به سادگی یک بینی خوش فرم و رویایی داشته باشین. حالا شما توی کامنت ها به ما بگین که از این نوع ویدیوها خوشتون میاد یا نه و دیگه راجع به چه موضوعات و راهکارهای شگفت‌انگیز خونگی براتون ویدیو بسازیم. دوستان خوبم، امیدوارم که این ویدیو به اندازه کافی براتون مفید بوده باشه. برای دیدن نکات و ترفندهای زیبایی بیشتر در کانال ما عضو بشید.
هدف ما کمک به سلامت و زیبایی پوست شماست. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.